میتونم گربه نگهداری کنم یا نه؟ یه توضیحی بهت میدم، خودت تصمیم بگیر. 1. نیاز به تعلیم برای دستشویی نداره، به صورت غریزی این کارو توی خاک انجام میده. 2. نیازی نیست تو ببری بیرون برای گردش، اصلا خودشون خوششون نمیاد و به خاطر همین آلودگی فیزیکی و آلودگی انگلی به ندرت در گربه ها اتفاق میفته. نکته خیلی مهم دیگه برای آپارتمان نشین ها، چندین ساعت گربه یا حتی یک شب توی خونه تنها بمونه سر و صدای خاصی نداره که با همسایه ها به مشکل بر بخوری. نکته بعدی برای اونایی که وسواس دارن، گربه خودش روزی چند بار خودش رو تمیز میکنه و نظافت میکنه. خودش حساس تر از شما، سالی 2 بار نیاز به حموم کردن داره و گربه ها اصلا بوی بدن ندارن، حتی اگه حموم هم نبرین. روزانه 1 الی 2 بار 5 دقیقه وقت تو میگیره که ظرف آب و غذاش و خاکش رو تمیز بکنی. اگر برس کشی روزانه انجام بشه، ریزش موشون هم اذیتتون نمیکنه و گربه یه آرامش خیلی خوبی رو میتونه بهت منتقل کنه.